امروز چند تا پشت صحنه بامزه و جذاب از عشق ابدی داریم و همینطور اعترافات جنجالی پیکسی یا همون پریسا در مورد بچه‌ها. با تلویزیون همراه باشید. فعلا گویا هیجان لایف‌های رقابتی بچه‌های عشق ابدی کمی فروکش کرده. اونجوری که چند روز پشت سر هم در رقابت با همدیگه لایو میذاشتن و تخریب پشت تخریب اوضاع یه خورده آرومه. ولی دست خالی نیستیم و یکی دوتا ویدیوی شفاف سازی خیلی توپ واسهتون آوردم و همراه چند تا پشت صحنه کمتر دیده شده از برنامه که حتما باید شما ببینید. تو ویدیوی اول قرار ماهرخ رو ببینید که خبر از اتفاقات جالبی میده و به قول خودش چیزهایی که تا به اینجای برنامه دیدیم هیچی نبود. یادتونه بهتون میگفتم که هنوز شروع نشده هیچی و همه چیزایی که دیدید یه چیز خیلی نرمال عادیه. نمیم دیشب قسمت 13 بود. ماما قسمت چند بود؟ 13 بود اومده بود؟ 15 قسمت آخری که اومده دیدید یا نه؟ تازه یه سری نگاه ها، یه سری آدم ها، یه سری شخصیت های واقعی، یه سری ضعف ها میزنه بیرون. بعد شوخی بوده تا الان همه چی. جدی میبینید چه اتفاقایی میفته. من خیلی بی صبرانه منتظر این روزا بودم و خیلی صبوری کردم، ولی دیگه وقتشه. البته فکر کنم اشاره به این نکته خالی از لطف نباشه اینکه چند نفر از شما با من هم نظرید سر اینکه به نظر میاد ماهرخ برخلاف چیزی که اوایل نشون میداد زیادی داره این اواخر دست و پا میزنه. به هر حال نمیدونم، بریم سراغ ویدیو بعدی. ویدیو بعدی از شاهینه که اومده یه مسئله رو راجع به خودش و تناز شفاف سازی کرده که اتفاقا سوال خیلی ها بوده. اونجا گفته بودید که چرا تناز رو به سیاوش تعارف زدید. نگاه کنیم، من تناز رو به سیاوش تعارف نزدم، مگه شیرینی شکلاته. بعضی مواقع نیاز هست که دوست و دشمن تو بهتر بشناسی و من اینطوری گفتم ببینم سیاه چی میگه، یا همونطور که تایپ تناز بازم که شب مشکی موی فر بود به خود تنازم اینو گفتم. میخواستم ببینم آقا چطوری داستان چطوری پیش میره، چون همونطور که اینجا یه مسابقه هست دیگه. خب بالاخره باید خیلی جاها یک کارایی انجام بدی، یه حرفایی انجام بدی، رفتارایی رو انجام بدی که ببینی دوست و دشمن کیه. کی که گفته بودی چرا زمانی که سیا صحبت کرد گفته بودی متاسفانه. نگاه کن سیا برداشت چی گفت که تناز شاهین میخواد. منم گفتم متاسفانه بله، یعنی شاهین میخواد و شما کاری از دستتون بر نمیاد. همه این داستان ها اینطوری بوده، ولی خب طبیعتا دیدگاه متفاوت. یه ویدیو خیلی کوتاهی هم وایرال شده که میشه گفت اسپویل برنامه است. این ویدیو هم از تناز و شاهینه، با هم دیگه ببینیم. همونطور که دیدیم به نظر میاد شاهین و تناز خارج از برنامه با هم رفتن کلاب و در حال خوشگذرونی هستن و یه جورایی انگار که همچنان تو رابطن و همه اون حرفایی که تو لایفاشون میگفتن که مثلا از هم جدا شدیم و فلان و بیسار لابد باد هوا بوده. من که میگم مشخص نیست کدوم حرفشون راسته و کدومش سناریو، پس فعلا خیلی جدی نگیریم هواشی رو و صرفا لذت ببریم از خود برنامه. و حالا میرسیم به پشت صحنه های باحالی که بهتون گفتم. اولیش واسه روزی هست که علی و ترانه با برنده شدن تو مسابقه رفتن دیت و حسابی خارج از ویلا برای خودشون خوش گذروندن. بریم koy moram beberen bize de bunu yapsan yanısı ne olur? Yukarıya gitsek. Gideceğim mi? Oy! Gerçekten mi? ببینم خود اونو ببینم. بچه ها میخوایم بریم از اونا. وای چه دیتا با حالی. عاشقم شو که بردیم. 100% عاشقتم. چه لباس قشنگی داریم. تو چقدر زیبایی. باید قدر تو بدونم. کاشکی 100% قدر تو میدونم، اینو مطمئن باش. داریم کجا میریم؟ علی دیت. Ali bizimle diyor. Ali bizimle diyor.
علی بیدیم نبیا کنیم دیت خوبی داشته باشیم. ما خودم فکر نمی‌کردیم با اون کشیم. ولی علی دوستم خیلی زیاد عاشقت دروغ نمیگه نه؟ توی اینستاگرام رو دیده بودم از قبله. آره من همین دخترم چقدر خوشگله دیگه نیتت پاک باشه خدا اینجوری میذاره تو کاسه. امیدوارم که سلام. اوه علی چه خوش تیپ شده. بذار دور بزنم. من سرشار از عشقم دیگه اینقدر آروم شدم. میگن یه پارتنر خوب وقتی میاد تو زندگیت میتونه تو رو به آرامش دعوت کنه، میتونه زندگی تو درست کنه، میتونه همه زندگی تو تغییر بده. بچه عاشق شین، عاشق شدن خیلی کم شده واقعا. عاشق که بشین حالت میشه مثل من. بذار آروم بنده به فردات نگاه، منم مثل مردم کنارت، قرار نیست کسی تنهات بذاره. اینو بدون هرج و پر بکشی من مثل بر بی سر و پای روم ندی، بیشتر از چشام مواظبتم، بهتره چشاتو وا کنی یکم و دنیا رو ببینی عاشقونه تر. این دل نمیشه داغونه سنگ وقتی که هر روز میکنیش عاشقونه رنگ. استوری سودا رو هم ببینیم که خالی از لطف نیست، چون داغه و همین یه ساعت پیش تو پیج خودش منتشر کرده. البته نگفته پیداست که فکر کنم خودتون میدونید سودا تا به اینجای کار کم حاشیه ترین بوده بعد از برنامه و تا حالا لایوی هم برگزار نکرده تا جایی که من میدونم. به گفته خودش اولین لایوش رو امشب یا فردا شب میخواد برگزار بکنه. چطوره؟ چه خبرها؟ نمیدونم روز چندم برنامه است که دارم الان براتون استوری میگیرم، اما با بهتون بگم که چیزی که قراره ببینین، چون من این ویدیو رو دارم الان میگیرم بعدا قرار پخش بشه، چیزی که قرار ببینین واقعا براش کلی انرژی صرف شده و واقعا برای برنامه داریم انرژی میذاریم، واقعا خسته میشیم. من خودم دیشب 4 ساعت شاید خوابیدم و هر روزمون همینه. امیدوارم که از برنامه خوشتون بیاد، امیدوارم که کلی باش حال کنین، یه جایی بخندین، یه جایی تعجب کنین، یه جایی نمیدونم نقدش کنین. مهم اینه که سرگرمتون کنه، شاید یه جاهایی هم ازش چیزایی یاد بگیرین، شاید که نه قطعاً. امیدوارم با محتوای کلی برنامه حال کنین، چون برای اولین باره که تو ایران داره همچین چیزی پخش میشه و همچین برنامه‌ای درست میشه و همین. و اما نقطه اوج ویدیو امشب ما لایو جنجالی خانم پیکسی یا پریسا هست در ارتباط با بچه‌هایی که تو عشق ابدی بودن. اگر خاطرتون باشه پیکسی تا به اینجای کار آخرین دختری هست که وارد ویلا شده و حرفای جالبی واسه گفتن داره و شاید ندیده بتونین حدس بزنین که پریسا تو اون ویلا با چه کسی بیشتر از همه مشکل داره. از زبون خودش بشنویم. با معرفت ترین فرد جمع میتونه باشه، چه به همه رو داشت، بر همه آشپزی میکرد، غذا درست میکرد، میدونی حتی اگه مثلا یه تایمی یه کسی بهش یه چیزی میگفت میپرید بهش، بازم همچنان هوای همه رو داشت، میدونی اینش خیلی برای من جذاب بود. نمیشه گفت بهترین آدم کی بود، چون هر کسی شخصیت‌های خودش رو داشت و اینکه هر کسی تو شخصیت خودش میتونه خوب باشه. یعنی میدونم نگار هر دقیقه تو سنش رو یه چیزی میگفت، خودمونم آخر نفهمیدیم چند سالشه. من علی رو گفتم با مرام بود، امیر. من خودم متولد 75م. تناس که گوگولیه، خیلی گوگولیه، با اینکه بچه است، با اینکه سنش کمه ولی با تجربه است، با اینکه همچین چیزی گفت در مورد من روز اول، ولی من آدم کینه‌ای نیستم اصلا، مگر اینکه یه نفر دیگه از یه نفر خیلی یه چیزی رو بدجوری دیگه به دل بگیرم. با کی حال نکردم؟ با نگار اصلا حال نکردم، چون تازه من هنوز نگار رو اینجا نمیدونم چه کارایی کرده و قبل از اینکه من بیام چه کارایی کرده بود. میدونی مثلا من فرشاد رو انتخاب کردم و سیاوش رو. خب فرشاد به من گفتش که من فعلا میخوام با نگار بمونم، تکلیفم تا بدونم باهاش چی میشه تا فردا. خب یعنی منو گذاشت تو آب نمک. اوکی، منم هیچی نگفتم. من اون لحظه که اینو بهم گفت من اصلا تقدیرش کردم، گفتم که خب یه پسریه که پارتنر داره و
صادقه، هم با من صادقه که مثلا نیومد از این ور با من مثلا بگه که آره مثلا تو خیلی مثلا من تو خوشم میاد فلان و اینا، نیومد چیز مثلا هم با من از این ور بخواد تیک و تاک بزنه، هم از اون ور با پارتنر و میخوام فعلا با پارتنرم بمونم. اوکی. ولی وقتی که من تو خونه نشستم اینا رو دیدم، با خودم گفتم که چرا اصلا what the fuck وقتی که طرف این همه تا الان اصلا با پسرهای دیگه این همه مثلا تیک و تاکشو زده، به تو انقدر پریده دیگه، مثلا این کارا رو وقتی کرده، تو اون موقع چرا باید مثلا این کارو میکردی؟ اصلا من نه، یه دختر دیگه، من اصلا نه، خودم میذارم کنار، تا یه دختر دیگه اومده به تو مثلا پیشنهاد داده، کسی که از تو خوشش میاد اومده به تو پیشنهاد داده، تو چرا اون لحظه باید اون کارو میکردی وقتی که موقعیتش بود که بیای به پارتنرت بفهمونی که آقا مثلا من دیگه یه بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار صبوری میکنم، دیگه مثلا بار 5م دیگه نمیبخشم عزیز من. تازه ورود زدم، وارد شدم، همون روزی بودش که اومد گفتش که من میخوام با شاهین یه شیطنتی بکنم و اینا. این همون روز من تازه وارد شدم. پرستو خانوم عالی، پرستو خانوم حرف نداره، واقعا یه دونه است. علی خب به خاطر اینکه یه ذره حرافه، یه ذره زیاد حرف میزنه، به خاطر همین شاید مثلا فکر میکنی که حالا آرامش تو به هم میزنه، موقعیت اجتماعی پایین تری داشته باشه، اعتماد به نفس پایین تری داشته باشه و مثلا چه میدونم بلد نباشه حرف بزنه، یا ندونه مثلا توی جمعی چجوری باید حاضر بشه، یا نمیدونم یه همچین چیزایی دیگه.